یوحنا باب 3. در بین فریسیان شخصی که نیقودیموس نام داشت از سرداران یهودیان بود و شبانه نزد عیسی آمده گفت: ای استاد، ما میدانیم که تو استادی هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا معجزاتی را که تو نشان میدهی هیچ کس نمیتواند نشان دهد جز اینکه خدا با وی باشد. عیسی در جواب وی گفت: براستی به تو میگویم، کس اگر از عالم بالا تولد نیابد ملکوت خدا را دیده نمیتواند. نیقودیموس به او گفت: چگونه ممکن است که آدمی که پیر شده باشد تولد یابد؟ آیا میتواند باز به شکم مادرش برگشته تولد یابد؟ عیسی جواب داد: براستی به تو میگویم، کس اگر از آب و روح تولد نیابد به ملکوت خدا در آمده نمیتواند. آنچه از جسم تولد مییابد جسم است و آنچه از روح تولد مییابد روح است. از آنچه به تو گفتم تعجب نکن. باید شما از عالم بالا تولد یابید. باد هر جا که خواهد میوزد، تو آواز آن را میشنوی، لیکن نمیدانی که از کجا میآید و به کجا میرود. چنین است حالت هر کی از روح تولد یافته باشد. نیقودیموس در جواب او گفت: چطور ممکن است که چنین شود؟ عیسی در جواب وی گفت: تو که یک استاد اسرائیل هستی اینها را نمیدانی؟ براستی به تو میگویم، ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و بر آنچه دیده ایم شهادت میدهیم، لیکن شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی که به شما از چیزهای زمینی سخن گفتم باور نکردید، پس هرگاه از چیزهای آسمانی سخن رانم چیزان ایمان خواهید آورد. هیچ کس به آسمان صعود نکرده است مگر فقط آن که از آسمان نزول کرده است، یعنی پسر آدم که جایش در آسمان است. و چنان که موسی در بیابان مار را بالا برداشت، پسر آدم نیز باید آنچنان بالا برده شود، تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا جهان را چنان دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را به جهان برای آن نفرستاد که بر جهان داوری کند، بلکه برای آن که جهان به واسطه او نجات یابد. هر که به او ایمان آورد محکوم نمی شود، لیکن هر که ایمان نآورد الکی محکوم شده است، چون که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نآورده است. و حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از روشنایی دوست داشتند، چون که اعمال آنها بد است. زیرا هر که را کردار بد باشد از روشنایی نفرت دارد و پیش روشنایی نمی آید تا که اعمالش آشکار نشود. لیکن هر که راستکار است پیش روشنایی می آید تا آشکار باشد که اعمالش به وسیله خدا صادر شده است. پس از آن عیسی با شاگردانش به سرزمین یهودا آمد و در آنجا با آنها ساکن شده تعمید می‌داد. و یحیی نیز در اینون که در نزدیکی سالیم است تعمید می‌داد، چون که در آنجا آب بسیار بود و مردم آمده تعمید می‌یافتند. زیرا که یحیی هنوز در زندان انداخته نشده بود و در بین شاگردان یحیی و یهودیان در مسئله تطهیر بحث و مناظره روی داد و نزد یحیی آمده به وی گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو در حق او شهادت داده بودی، حالا تعمید می‌دهد و همه نزد او می‌آیند. یحیی در جواب گفت: کس نمی‌تواند چیزی به ذمه خود بگیرد مگر اینکه از آسمان به وی داده شود. شما خود شاهدان من هستید که گفتم من مسیح نیستم، بلکه فقط پیشاپیش او فرستاده شدم. کسی که عروس دارد داماد است، اما دوست داماد که ایستاده به آواز وی گوش می‌دهد
از شنیدن آواز داماد بسیار شاد می گردد. همین شادی من اکنون کامل شده است. او باید نشأ و نما یابد و من زوال یابم. آنکه از بالا می آید از همه بالاتر است و آنکه از زمین است زمینی باشد و چون زمینی سخن گوید. آنکه از آسمان می آید از همه بالاتر است و آنچه دیده است و شنیده است بر آن شهادت می دهد و هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. و کسی که شهادت او را قبول کرد تصدیق کرده است که خدا راست است. زیرا آن کسی که خدا فرستاد کلام خدا را می گوید. زیرا خدا روح را به میزان عطا نمی کند. پدر پسر را دوست می دارد و همه چیز را به دست او داده است. هر کی به پسر ایمان آورد حیات جاودانی می یابد و هر کی به پسر ایمان نآورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر وی می ماند.